Hello everyone. Welcome to the listen and speaking of lesson 2. The subject of this part is asking about details. سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. با یک قسمت دیگه از کتاب زبان انگلیسی پایه 10 با عنوان listening and speaking و با موضوع پرسیدن در مورد جزئیات asking about details در خدمت شما هستیم. Speaking strategy یکی دیگه از استراتژی های صحبت کردن و مکالمه asking about details پرسیدن در مورد جزئیات یک چیزی هست. حالا میتونه دیدن فیلم باشه مثل همین کانورسیشنی که برای شما آمده و یا هر چیز دیگری. Part A. Listen. You may use adjectives to describe something. میگه شما ممکنه که استفاده کنید از صفتها برای تشریح بعضی چیزها. اگر خاطرتون باشه در ویدیو قبلی در خصوص گرامر درس دوم که انواع صفتها بود صحبت کردیم، کامل توضیح دادیم. پس اینجا میخواد این رو به شما بگه وقتی شما میخواید در مورد چیزی اطلاعاتی بدید، خصوصا جزئیات اون مورد رو، اون فیلم باشه، یک مکان دیدنی باشه، بخواید در مورد جزئیاتش صحبت کنید، خیلی راحت میتونید اون جزئیات رو با صفتها توصیف کنید. و اما در ادامه or ask about details میگه یا بپرسید در مورد جزئیاتی such as مانند the quality کیفیت، size اندازه، age سن and color و رنگ اون چیز. Now, all of the students listen to the conversation and check the adjectives and details. Okay? پس دانش آموزان عزیز مکالمه رو با هم گوش میدیم و سعی میکنیم که بررسی کنیم کجا از صفت‌ها استفاده شده و همچنین کجا جزئیات این سشن که در مورد یک فیلم هست رو بیان کرده. Listen to the conversation. Listening and speaking. A. You may use adjectives to describe something or ask about details such as the quality, size, age, and color. How was the movie? It was very interesting. I'm going to watch it again. Was it an old film? Yeah, actually it was black and white. Listen to me. I want to read this conversation again and then translate. How was the movie? داره به شما میگه که اون فیلم چطور بود. It was very interesting. خیلی جالب بود، خیلی جذاب بود. اگر دقت کنید interesting صفت اومده شرح داده، توصیف کرده فیلم رو. I'm going to watch it again. من قصد دارم که یک بار دیگه اون فیلم رو دوباره ببینم. Was it an old film? Was it an old film? اینجا داره جزئیات رو میپرسه. آیا اون یک فیلم قدیمی بود؟ یا actually در واقع it was black and white. یه بله اون یک فیلم سیاه و سفید بود. اگر دقت کنید تمامی این بخش‌های مکالمه در خصوص جزئیات اون فیلم هست. پس شما از این پس هرگاه خواستید در مورد یک چیزی، حالا فیلم باشه، تشریح یا توصیف یک مکانی باشه، صحبت کنید، خیلی راحت میتونید از صفتها برای توصیفش استفاده کنید، برای تشریح اون قسمت و یا اون محیط استفاده کنید و همچنین خیلی راحت میتونید دیتیل و جزئیات رو هم بگید. Now, at the end of this page, you may use the following patterns to ask and answer about details. میگه شما خیلی راحت میتونید از این الگوهایی که در این قسمت سبز رنگ پایین کتابتون اومده استفاده کنید و بپرسید و پاسخ بدید در مورد جزئیات. حالا ما میخوایم در مورد جزئیات یک چیزی بپرسیم. چگونه اون الگو رو استفاده کنیم؟ اینجا به شما الگو رو داده.
چگونه پاسخ بدیم؟ باز هم جوابش رو داده. For example, the first one, how is or was. بسته به جملتون که زمان حال باشه یا گذشته. میتونید از is یا was استفاده کنید. در پاسخ چی میگیم؟ It is یا it was فرقی نمیکنه. Interesting, beautiful, nice، تمامی اینها صفت هستند که بخواید اون چیزی رو که شما میخواید قشنگ براتون توصیفش کنه. What color is it? It is black, white, yellow. اینجا شما در مورد جزئیاتی همچون رنگ دارید سوال میپرسید. اینها الگو هستن. میتونید از این الگوها در مکالماتتون، در صحبت کردنهاتون استفاده کنید. Was it a modern house? آیا اون یک خانه مدرن و جدید هست؟ Yes, it was. بله، بود. بله، اون یک خونه جدید بود. No, it was an old house. نه، اون یک خونه قدیمی بود. پس شما خیلی راحت میتونید از این الگوها استفاده کنید و همچنین به همراه پاسخشون. Now, this part is finished. Go to next page. Now, this part is very important. First, part B. Listen to the following conversations and complete the sentences. همونطور که در درس قبلی هم در همین بخش توضیح دادیم، این بخش listening and speaking که شامل دو conversation، دو مکالمه هست، از اهمیت بسیار بالایی برخورداره به دلیل اینکه شما این دو مکالمه رو ندارید و فقط وایسش رو دارید و گزینه‌های بسیار مناسبی هستن برای آزمون‌ها. پس خوب به مکالمات گوش بدیم و به سوالاتش پاسخ بدیم. Okay, now conversation 1. Listen to the conversation 1. B. Listen to the following conversations and check the correct answer. Conversation 1. I bought a dress for my mother's birthday. Good. What color was it? It was red. It was really beautiful. Was it expensive? No, it wasn't. Did she like it? Yeah, she got very happy when she saw it. Okay, now answer the first one. She bought یعنی او چی خریده؟ درسته؟ او خریده. حالا چه چیزی؟ توی مکالمه چی میگه؟ تو مکالمه میگه که she bought a dress. یک لباس خریده. Dress. You can say, answer this question with she bought a dress for her mother's birthday. The next one, number 2, it was. اینجا از شما میخواد در مورد جزئیاتش بپرسه اگه دقت کنید. It was red، یعنی رنگش قرمز بود. And really beautiful، و واقعا زیبا بود. اومده با صفت beautiful توصیفش کرده، تشریحش کرده. Now, pair up and add 2 terms into the conversation by asking about size, quality of the dress. You may use the adjective in the box. پس از شما خواسته شده 2 نفری مکالمه رو با هم بسازید و بپرسید در مورد سایز، کوالیتی و در خصوص لباس و میتونید از این مواردی هم که پایین بهتون گفته شده استفاده کنید. اگر شما میخواید یک مکالمه یا یک سوالی رو با سایز بپرسید میتونید از long و large استفاده کنید. همچنین اگر میخواید در خصوص کوالیتی کیفیتشون بپرسید beautiful, nice، میتونید سوال بپرسید و پاسخ بدید. Now, go to conversation 2. Listen. Conversation 2. Do you cook? Yes, sometimes. I like cooking healthy food. Is it difficult to cook? No, actually it's very easy. Who helps you when you cook? My mother and my younger sister. How interesting. Can you tell me how to cook? Yes, of course. Okay, conversation 2. شما حتما این فیلم رو باید برگردونین عقب. چندین بار این مکالمه ها رو گوش بدید.
که بدونید در مکالمات چه چیزی گفته میشه، در مورد چه چیزی صحبت میشه و بعد به راحتی بتونید پاسخ رو ارائه کنید. The first one is she likes میگه او چی دوست داره. She likes cooking healthy food. And number 2, cooking is very easy. خیلی ساده بود، خیلی راحت با صفت easy اینجا اومده و تشریح کرده آشپزی رو. اما در انتهای این صفحه میگه که 2 نفری 3 تا صفت رو از باکس های پایین انتخاب کنید و چه کار کنید؟ To describe people, places and fruits in box 1 و میگه تشریح کنید افراد رو، مکانها رو، میوه ها رو در باکس 1. Compare your answer with your friends و چه کار کنید؟ بیاید مقایسه کنید پاسخاتون رو با دوستتون. در باکس 1 My best friend بهترین دوست من. Apple, our school, our English teacher, Bustan Park, prepare, box 2, small, green, yellow, medium, fresh, red, kind, careful, neat, nice, beautiful, line, helpful. پس شما برای تمرین میتونید خیلی راحت 2 تا مکالمه بسازید با دوستتون، صحبت کنید، از این 2 تا باکس استفاده کنید در مکالمه هایی که انجام میدید و در نهایت 2 تا مکالمه یا 2 سوال و پاسخ هایی که ساختید کلا با هم مقایسه کنید، ببینید چقدر با هم متفاوتن، ببینید کدومتون درست‌تر انجام دادید. و اما در نهایت این قسمت اینجا تمام میشه. برای اینکه شما راحت‌تر باشید و خیلی راحت بتونید از این بخش استفاده کنید، من سعی میکنم در انتهای ویدیو مکالمه 1 و مکالمه 2 هر دو رو براتون متن‌هاشون رو به عنوان تمرین در انتهای ویدیو قرار بدم که بتونید حداقل وقتی فیلم رو گوش میدید یا این وایس ها رو گوش میدید متن رو هم داشته باشید که برای روز آزمون دیگه مشکل خاصی نداشته باشید. Okay, thank you very much. Thank you for watching. This part is finished now. Goodbye and good luck.